ها به هایپرمارکت درویش خوش اومدید. اینجا کانال مستر وانه و من میخوام اینجا یه چالش برگزار کنم. سلام. شما حاضرید که چالش ما شرکت کنید؟ ما 3 تا دایره کشیدیم، اساس کوچیک، متوسط و بزرگ. روشون پارچه انداختیم. شما یکی از این 3 تا رو انتخاب کنید و میرید جنس برمی‌دارید. بعد ما این پارچه رو از روش برمی‌داریم. اگه تونست این جنسایی که برداشتید روش بچینید، من براتون مثلا هر چی بشه. در باغ دلم تازه گلی سر زد و گم شد، یک بار پرستو شد و پر زد و گم شد. در حادثه این سر نمیدونم. میتونی اولیه رو برمی‌دارم. اولی باش. اولیه. خب حالا برید هر چی میخواید برده. از الان برم. شروع شد. تایمتون فقط 2 دقیقه. بچه شما چیز میخوای؟ نه. بعد چیز نمیخوام. فقط همین کالباس چی نمیخواد؟ یا اول فصل میگم اینو نمیتونی بردی دیگه. حالا میدونی اوه اینا وای یامی. خب بریم بس 2 دقیقه شم. خب سواد خرید. بریم ببینیم داخل چیمون دایره جا میشه یا نه. یه دایره هست. ارشیابی چین داخله. بله الان برای جاش میدم. آقای بستروان رفتی تو خرج آقای بستروان. آره این شرکت کنندمونم اسمش ارشیاست. ارشیا جمشید. نه وای نه. اگه بخوره به خرج نخورده که آقا نخورده. استرس باید نخورده. میخوره. خورده. نخورده. سرم میاد. هنوز نخورده ولی اگه بخوره دیگه کارت تموم. اینجا بمیده اینجا. چیپس برداشتی. چیپس عثمان. دیگه به همه شو داخلش جا کنیم. آره نباشه الان برای جاش ماسک برای چی بوده؟ بده اینجا بده اینجا میافته ماسک جا بگی نمیتونی هیچی شانس خلاص تمام. خلاص آقا مبارک ها باشه. بریم اینا رو براش حساب. بشین سبد بیار. سبد من خودم میگم دیگه. چی شد؟ بیا دیگه تموم شد.
دستگاه 1-2 میلیون باید پول بدیم. چقدر دینت میشه؟ نمیدونیم بریم. بده بچه ها بده من آقا مبارک نمیشیم بچه ها شرکت کنندمون 2 میلیون شد هزینه خریدش. من براش همه چی رو حساب کردم. مبارک آقا خیلی راضی بودم. بغل و ماچ دمت گرم. حتما فالوش کن. حتما سابسکرایب کنی. چشم. خدا نگهدارت.